پشت پرده توافق ترامپ و پزشکیان چیه و چه تأثیری در خاورمیانه میذاره؟ اول از همه ایران خیلی سریع از فروش نفت و گاز به سالانه 150 میلیارد و از عربستان و روسیه پیشی میگیره. توی قدم بعدی میشه قطب اصلی توریستی در خاورمیانه و کشورهایی مثل ترکیه و امارات رو کنار میزنه، چون ترجیح توریستای خارجی قطعاً ایرانه، چون سفر به ایران بسیار پایینه و ایران کشوری 4 فصله. اما بعد از اون چه کسایی بیشتر دارن؟ جوابش خیلی ساده است. کسانی که تسلط به زبانهای بین المللی علل خصوص انگلیسی دارن. اما متاسفانه آموزش زبان دوم همیشه برای همه و پرچالش بوده. اما امسال یک نخبه ایرانی از متدی رونمایی کرده که بدون کتاب و کلاس و گرامر میشه توی 3 ماه زبانو آموزش دید. اگه دوست داری جزو افرادی باشی که با این متد آموزش میبینن، پیج توی کپشن و عدد 10 رو به دایرکتشون بفرست.